شبکه ایتالیوی با انجام یک تحقیقات ژورنالیستی خبر داد که رئیس جمهور سابق افغانستان اشرف غنی در عوض مقاومت نکردن به جنبش طالبان از قطر بیش از 110 میلیون دلار رشوه گرفته است. بر اساس این تحقیقات قطر همچنین در عوض مقاومت نکردنشان به طالبان به عطا محمد نور والی سابق بلخ بیش از 60 میلیون دلار و به جنرال ازبک عبدالرشید دوستون بیش از 50 میلیون دلار هدیه داده است. این رسانه در ایتالیا معتبر تاکید میکند که تحقیقات ژورنالیستانش را در این مسئله بر اساس منابع دقیق پس از صحبت‌های طولانی با شاهدان واقعی و بررسی سندهای معتبر انجام داده است. به عنوان دلیل تحقیقگران حجت را پیشنهاد کردند که در آن معاملات دولتی قطر با رئیس آن وقته بانک مرکزی افغانستان و همزمان نماینده خاص غنی در قطر اجمل احمدی صورت گرفته است. در این سند دیده می شود اجمل احمدی سحنه 8 ایول سال 2021 از مطلق مجید الکهدانی نماینده خاص دولت قطر به مقدار 110 میلیون و 478 هزار دلار پول گرفته و در زیر این سند امضای خود را گذاشته است. همزمان رای می نویسد که هنگام گرفتن مبلغ و ترتیب دادن سند الکهدانی در کابل در ارک ریاست جمهوری با خود غنی هم دیدار کرده است. این واخوری با غنی را اون وقت تو وزارت کارهای خارجی قطر اعلام کرده بود. در آن سندی که از دادن این گونه مبلغ کلان به غنی ترتیب داده شده است توضیحات داده نشده است که این مبلغ به غنی برای چه پرداخت کرده شده است. اما همگی پس از 5 هفته گرفتن این 110 میلیون دلار اشرف غنی از افغانستان فرار کرد و طالبان بدون هیچ ممانعت وارد کابل شده قصر رئیس جمهور را غصب نمودند. به گفته تحقیقگران هرچند غنی در صحنه 2 آگوست سال 2021 ضمن سخنرانی خود در پارلمان از مردم افغانستان خواسته بود تا در برابر طالبان استودگری و مقاومت کنند، ولی همزمان به والی‌های ولسوالی‌هایی که با طالبان می جنگیدند فرمان عقب نشینی میداد. همین طور جمجون طالبان با کمترین مقاومت ولسوالی‌ها را غصب می نمودند. این بار اول نیست که رسانه‌ها و کارشناسان ساحه نظامی فرمان عقب نشینی از کابل را شبهناک و غیر منطقی می نامند. حتی فرمانده ارتش افغانستان که در منطقه‌های مختلف با جنگجویان طالبان در جنگ بودند و بعضی‌هاشان تا به حد پیشروی‌های نظررسی هم داشتند می گفتند که از مرکز به آنها دستور داده می شد که مقاومت نکرده عقب نشینی کنند. در بخش دیگری از این گزارش‌های تحقیقاتی دیده می شود که نه تنها اشرف غنی از قطر پوره گرفته است بلکه مارشال دوستون و عطا محمد نور نیز در عوض مبلغ‌های هم گفته خریده شدند. روزنامه‌نگاران سند را نشر نمودند که در آن آمده است که دولت قطر از حسن همکاری شما با امارت اسلامی افغانستان و خارج شدن جلالتمآب مارشال عبدالرشید دوستم از جبهات جنگی مخصوصا ولایت‌های فاریاب و جوزجان استقبال نموده و طبق توافق ادای به ارزش 50 میلیون و 900 هزار دلار از جانب دولت قطر در نظر گرفته شده است. در پایان این حجت که در صحنه 25 ایول سال 2021 به تصویب رسیده است امضای عنایت الله بابر فرهمند به عنوان معاون اول رهبر شورای مصالحه ملی دیده می شود. در نامه دیگری که تاریخ 16 ایول سال 2021 به امضا رسیده است دولت قطر مبلغ 60 میلیون و 900 هزار دلار برای رئیس حزب جمعیتی اسلامی افغانستان عطا محمد نور هدیه کرده است. در این نامه از همکاری آقای نور در عرصه پروژه صلح، تغییر نظام سیاسی افغانستان و همکاری در قسمت ایجاد دولت جدید در افغانستان استقبال شده است. امضای زیر این سند به نام فراد عظیمی والی وقت بلخ و نماینده خاص عطا محمد نور است. باید خاطر نشان کرد که عطا محمد نور و مارشال دوستم به شمال افغانستان رفته بودند تا مشترکاً یک عملیات نظامی را به ضد طالبان راه اندازی کنند، ولی در نهایت بدون کدام مقاومت هم بلخ و هم مزار شریف را به دست طالبان دادند و خود سوار ماشین‌های گرانبها و با خلطه‌های پول توسط پول خیرتان ترمیز به ازبکستان فرار کردند و سپس از آنجا حتی به امارات و دوستان به پناهگاه همیشگیش ترکیه رفتند. جنگجویان طالبان ماه آگوست سال 2021 در پیشروی خروج آخرین نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان امریکا و ناتو در بین همگی چند روز و تقریبا بدون کدام مقاومت جدی از جانب نیروهای حکومت قبلی توانستند قلمرو افغانستان را قریب به پورگی زیر نظارت خود درآورده رژیم قبلی خود را با نام امارت اسلامی افغانستان از نو برقرار کنند. تا حال رژیم نو طالبان اعتراف بین المللی
به دست ناورده است.